عزیز و ارجمند، قبل از تقدیم خبرهای گوناگون به یک خبر فوری هم توجه بفرمایید. دستگیری اعضای یک تیم تروریستی در منطقه سرباز. بر اساس این خبر با تلاش رزمندگان قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه و نیروهای نظامی و انتظامی تحت امر این قرارگاه و انجام کار مستمر و دقیق اطلاعاتی، یک گروه تروریستی شناسایی و در عملیاتی موفق دستگیر شدند. بنابر این گزارش، این تیم در گذشته در چندین اقدام کور تروریستی تعدادی معلم و نیروی بسیجی را در منطقه جنوب شرق کشور به شهادت رسانده بودند. ادامه خبرها. همکارمون هاشمی شهری در بسته گوناگون امشب از توزیع سومین بسته امنیت غذایی خبر داره تا اختلالی مجدد در پروازهای فرودگاه زاهدان.